همراه باشید با آشپزی بابا. گاهی ما عاشق باید ها چیکار میکنیم؟ از خودمان لاهمرگون میپرسیم فرم راه رسیدن به محبوبم از خب کدام الان طرف گوجه است؟ داری درست البته میکنی؟ با چیز دیگه ما نمیدانیم. همین که عاشق محبوب خود شدیم دیگر رسیده ایم. یه کمی فلفل و رسیده است جعفری و خود هیچ الان نمیدانم. اینا رو میریزم توی همزن و آماده میکنم که بریم بزنیم. خمیرم گرفتی آره؟ محبوب من، خمیرم درست کردم و برای رسیدن به شما گذاشتم توی یخچال. من روی همه برف ها آره دویدم، این باعثی بره توی یخچال یه کمی خودش رو اما هیچ جای پای ندارم. چیز کنه دیگه. بگیرم آره محبوب من برای رسیدن به شما همه دریاها را شنا کردم. بریم مرحله بعد. فلش نگاه کنید شما خیلی در میان سالی همچنان اصلا نفس نفس میزنم باشه دیگه. همین فلفلم که من برای رسیدن به شما همه دنیا را دویدم. دلمه‌ای هم لازم داشت که دیگه از اون ما فاکتور گرفتیم چون دیگه دیر وقت محبوب هست. من، حال و حوصله بیرون رفتن رو نداری. دوست داشتن شما مثلا به شدت بدم عاشقی مرا به هوشیاری کیهانی خیلی دوستش کشانده دارم است. اون پارچه رو. آنها که عاشق نیستند میپرسند آخر چرا؟ چگونه یک بار همه تمایلات طبیعیمان به سمت یک فرد خاص اصلا کشیده همینجوری میشود؟ دیمی بایستی آشپزی کنی، اصلا نبایستی. محبوب من، آشپزی ولی بچه ها بابا همین که از زمانی میگه که در رؤیاهایم گم شدم اصلا یه عشقه یه خودم آشپزی بابا فهمیدم واقعا هرگز در میشه. دنیای واقعی زندگی نکردم، یعنی اصلا با علاقه نه در خاصی بیرون که در دستامم جانم تقریبا فکر کنم جای صبح من بودم. چیزهایی بارا اصلا و خودتون رو پایین. ناراحت نکنی. آره محبوب من پیش از آن که عاشق شما باشم پیوست خودم را از زندگی پنهان می کردم، در حالی که برخی عاشقان می گویند عاشق کسی است که بیرون از خود ایستاده باشد، بیرون از خود زندگی کند. محبوب من، شما مرا تبدیل به انسانی نامحدود کرده اید که عشق آدمی را به کسی بسیار بزرگتر از خود تبدیل می کند. محبوب من، ما هرچه که داریم از ابتدا داشتیم. هنگامی ملتفت مالکیت آن میشویم که به معرفتش رسیده باشیم، که من از اول عاشق شما بودم، زیرا همین که به شما را دیدم به شناخت ژرفی از آنچه داشتم پی بردم. محبوب من تنها یک نفر آدمم، اما شما چقدر هوایید. این پول بیبره بچه توی تبریز یه فلفلی هست، حالا البته فکر می‌کنم مال استانبوله، محبوب من، بهش میگن پول بیبر. حالا دیگر جان من در جان شما حل شده است و برای همین استدعا می کنم مرا بمان، فلفل سیاهه، مرا قدم بزن، البته دلمه بود، مرا بنشین، مرا بخند، مرا بخواب، مرا بیدار شد. بعد مجرد اضافه میکنیم به دستگاه. محبوب من، آره یه بار دیگه میخوام دستگاه بزنم که شب
دیگه رویای شما و خواب من متحد شدند. محبوب من دیگر شما شدم. البته میشه سر بر شانه خودم میگذارم، بانو ربم میدی به من؟ آرام آرام خودم را نوازش میکنم. از لاوتژو فیلسوف تاریخی چین یاد گرفتم. لاوتسه هم خویشتن را نوازش میکرد، هم نوازش میکرد و هم دلداری میداد که عشق در راه است و عاشقی فضیلت انسان است. بچه دیدیم یه قاشق این رو به اضافه در کلا آشپزی بابا این چیزی نیستش که مثلا یک قاشق غذاخوری فلفل، محبوب یک من، قاشق مربا خوری نمک، من عاشق بیکسم هر جا به نظرش کافی بود اوکی. که جسمم اینجا، جانم در غربت است. جز تنهایی همراهی ندارم، اما با این همه بیکسی خودم یک تنه. صدای دوستتان میگم آفرین گفت نه عاشق این صداها. محبوب من، پیراهن من خسته است، خانه من خسته است. خب بچه این آشپزخانه ما دلتنگ است. آرد و خمیریه که چرا خواب اتاقم هیچ کردی؟ شبی خوابش نمیبرد. محبوب من، چو با حبیب نشستی و باد پیمودی، به یاد دار حریفان باد پیما را. محبوب من به خاطر شما ناروا در غزل حافظ جان دست بردم. بیاد یار بیاور محبان باد پیما را. من این را داغان و پاغان کردم، فعل را بدل به اسم کردم، که اگر گوشه چشمی به ما داشتید محبان باد پیما را. می نوشتم بیاد بیاور رفیقان باد پیما را. یواش بخورین نوبت منم برسه. اما علا ای حال به حریفان باد پیما را هم شما هم از این عادت ها داریم که مثلا حالا توی ابرار محبوب من، حالا دیگر همه کوچه ها می دانند که راهی به خانه شما دارند، چنان که پاهای من فهمیدند که همه جایی به دنبال شما هستند.